سلام دوستان، من فریدم و خوش اومدید به اولین ویدیو پیج کارزون. امروز میخوام کارگاهمو بچینم و نشون بدم قرار اینجا چه پروژه هایی انجام بشه. بیایید با هم شروع کنیم. خب اینجا وسایل اصلی کارگاهن: دریل برقی رونیکس، دریل شارژی آروا، دریل برقی آروا، دستگاه پولیش یا سنباده زن. اینم صفحه هاشن. اینم یه عمود بره. یه سری گردبر داریم اینجا، قیچی و گونیا، یه مغار، یه اره واسه ریزه‌کاری، یه چوبسا با 4 نوع سوهان مختلف. اینا گیره دستی هستن، 4 نوع. یه اره مویی. اینم رنده نجاری کوچیک. اینم یه اره است، اره بزرگ. اینم آرم اصلی منه با یه فرست انگشتی کوچیک خودم ساختم. اینم یه خورده چسب و مته و اینم یه چوبسای واسه سنگ فرست. اینم گیره رومیزی منه با یه سری وسایلای دیگه. حالا میخوایم همه چی منظم باشه تا بعدا راحت کار کنیم. مثلا این میز رو مرتب کنیم، وسایلا رو به وسیله این MDF به اینجا متصل میکنیم و همه رو بهش آویز میکنیم.
تو این کارگاه قرار کلی پروژه بسازیم. من قبلا یه ماشین بگی درست کردم، یه سری مشکلات داره که باید حلش کنیم و میخوام در آینده موتور کوچک آفرودی بسازم و انواع لوستر و انواع ابزارهای کاربردی و خیلی چیزای جالب دیگه. پس حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعد رو از دست ندین. مرسی که با من بودید و کارگاه رو دیدید. این فقط شروع کاردانه. منتظر ویدیوهای بعد باشید و حتما نظرتون رو در پایین این ویدیو بنویسید.